از حکمت معلم از آستان مکتب سر می شود به عالم راه دراز مطلب. معلم پیش از همه افروزنده چراغ درخشان علم و دانش است و خوشبختانه قسم اساسی زیاییان کشور را معلمان تشکیل می کنند. وظیفه اساسی معلم در برابر آموزانیدن علم و دانش، اینچنین آموزانیدن ادب و هدایت و راهنمایی شاگردان به راه راست می باشد. این امر باید به معیار اخلاقی فعالیت معلم تبدیل یابد. تربیت چیست؟ خاک زر کردن، قطره آب را گوهر کردن. در همه دور و زمان استاد، معلم، آموزگار شایسته احترام ارزگزاری است. خوشبختانه امروز در کشور کسب پر افتخار آموزگاری را نفرانی به دوش دارند و داشتند که با فعالیت پرثمر خویش شاگردانشان را به راه علم و دانش راهنمایی نموده درس زندگی می آموزند. عزیز مراد و مهری جان از زمره نفرانی که زیاده از 40 سال عمر خویش را بهر تربیت نسل نورس روانه ساخته است و موی سیاهش را سپید کرده است. مهری جان عزیز مراد و 5 نوامبر سال 1947 در عالی کارگر به دنیا آمده است. او قدم‌های اولین خود را به مکتب میانی عمومی رقم 2 به نام لرمونتوف که حالا مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 به نام اسماعیل سامانی است می‌گذارد. پس از ختم دبستان مهری جان حجت‌هایش را به آموزگاه پداگوژی شهر پنجکین می‌سپارد و این بارگاه علم و معرفت را با موفقیت ختم می‌کند. در دل مهری جان کسب آموزگاری علنگه میزد. پس از ختم آموزگاری حجت‌هایش را سال 1966 به انستیتوت زبان و شعبه غایبانه می‌سپارد و آنجا را با سری بلند ختم می‌کند و خود همان سال در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 به حیث معلمه فن ابتدایی کار و فعالیت خود را آغاز می‌کند. قهرمان برنامه ما مهری جان با امر تقدیر سال 1969 با مصایف محمد جان عائله برپا می کند و در زندگی صاحب 2 فرزند 2 پسر می گردند. مهری جان و محمد جان عائله خوب، نمونوی، مستقل و مستحکم داشتند. مهری جان خود را همسر مهربان و مادر مشفق می حسابید و از تقدیر خود بیخبر بود. سال 1972 شوهر مهری جان محمد جان مصایف در سن 24 سالگی از مرگ نابهنگام این دنیای فانی را ابداً پدرود میگوید. به وای رسانیدن 2 فرزند الهام جان و طالب جان را به دوش خود میگیرد. میوه عمر خود را این مادر مشفق با امید آرزوهای زیاد به وای رسانید و امروز هر یک فرزندانش نامبردار مادر خود هستند. برای زن، مادر، آموزگار تعلیم و تربیت فرزندان و شاگردان آسان نبود. او کوشش میکرد که فرزندان و شاگردانش در آینده نامبردار او باشند. مهری جان افتخار از آن دارد که او کسب آموزگاری را انتخاب کرده است و امروز او سربلند و سرفراز است. ثنا بادا به زنهایی که مردند، بیاض زندگی را باید فردند، به شاگردان بداده درس مرده دم حسن زنی را کم نکردند. قبلا استاد عزیز، آموزگار مهربان، مادر غمخوار را با مدامت عید کسبی آموزگاران صمیمانه تبریک مبارک باد میگویم. معلومه چی باعث شد که شما در این جاده دشوار ولی که کسب آموزگاری کسب پرشرف هست قدم نهادید؟ و من پیش از من استاد اولینم سیبین سو قربانه و تاثیرشون بیشتر رسید. نهایت درجه چنین زبان بودن، حلیم، مهربان بودن. من از همون دوره آرزو میکردم که اگر کلام شما معلم میشه، معلمی صنفای ابتدایی میشه. من به آرزویم رسیدم. من صنف 1 نخونده، یک بار دوم از صنف دوم سر کردم. صنف 7 تمام کردم. همه 6 سال مکتب خوندم. بعد با آموزشگاه پداگوژی داخل شدیم. اونجا با حجت نبرده من داخل شدم. یک روز رفتیم دکونیم که اتفاقی که همه ترتیب شده استیم. اینجا چیگاه؟ گفتن که امتحان چی؟ گفتن که زبان مادری. منم داره میشد میگفتیم ها. گفتن خدرم دیم امتحان سپردیم برندیم.
بعد خیلی خوندن که 5 گرفتگیم پگویش با نتیجه امتحانه، لیکن در روی خط نام هم نیست، روی خط عمومی مکتب. معلم عزیز، برایتون دشوار نبود هم کاری مکتب و هم تربیت فرزندان در خانه؟ کوشش میکردم دشوار باشدم از احتیاج برم. اما وقت کوشش میکردم که یکون کارم نمیکنم اومد. بچه هم سری وقت میدیدم در باغچه‌ام. اینو بچه های مثلا رقم 1 بودن، همه وقت با انتظام، با آداب، با ترتیب تازه آزاده بودن. یکون بر یکون کس اینا با یکون کامبوتی نیفته است. خداشونم هر دوشونم من فقط نصیحت بیچاره همه عقب منم گوششونم کشیده باشه در که هم بچه بیچارم یکون دقیقه دهنم دم نمیگیره که گفتم ایستدم اینطور نکنید، من خیل کنید، اون خیل نکنید. دیدید من کمپی رو یک باید بردمی پرتو باشه دوید دستش گرید پرتوید و با سترشته برده تگی درست برمونید. دیدید که گاز آمد کمپی رو با دوید بروید روید و ضرورتید با عمده خونه در عمده شنید. نبروید بیرون بهتون نگردید. درسشون وقتش به تیار بود. مکتب هم میخوندن، بچه های نمونه بودن، این خیلی بچه های بیترتیب و بیسر نبودن. خیلی گفتم اطاعت کارانه کار میکردم. من یک عادتم همین که 1 بار گفت میزنم، 2 بار نمیگم. بچه ها همین راه با تربیه کردم که 1 بار گفتم 1 بار میفهمیدم. معلم جان، در ساحه معارف زمانی که فعالیت داشته تا به امروز چه دیگرگونی ها رو امروز شما احساس میکنید؟ یعنی در طول 32 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. یک جهت به خوبی کار حاضر همین که همه شرایط و مهیا برای آموزگار، تمام شرایط مهیا. وقتی که ما کار میکردیم یک سیمخانه تنگ که بود 44 تا بچه 3 نفری میشینوندم. باور کنید نشدگیشم آمده جای خودم به پیش برتم 1 تا کرسی من به 2 تا بچه میشیشت. اما همین شرایطو با کار کردیم، کوشش کردیم که بچه بیسواد نمونه. این 44 تا بچه سواد شد. با یک من کارم همین بود که 2 تا صنف 1 میدادن. با یک تکش که برآوردم یک معلم دیگر به میسپردن و با من صنف خودم رو میبردم کشور کردم. 7 سال فقط صنف 1 داد. من 2 سمینه کار کردم. 18 سال عمرم 2 سمینه کار بگذشت. 2 سمینه کار میکردم. معلم جان، وقتی که موفقیت و دستاوردهای شاگردانتان رو شما میبینید یا که میشنوید، شما رو چه احساس فرا میگیرد؟ به حد خرسند میشم، فخر میکنم. میبوام و همه شاگردانم عمر دراز، صحت، صحت سلامتی خاطری جمع میخوام. برای کار و بردباری های به اندازه میخوام که تا اینکه کارهاشون پیشرفت باشد. باری اول هنگامی که به صنفخانه در آمدید آیا برای شما دشوار نبود؟ صنف 1 بود. البته ما پیش از من در آمدم بچه ها به نگاه کردم و گفتم که اینا همه محتاج منن. من باید با تمام قوت، با تمام حسیات همه قوام برای همینا روانه کنم. کوشش کنم که تا اینکه در این صنف اگون تا بچه بیسواد نمونه. از همینجا سر کرده من با یوکتی با مهر نگاه میکرد. نگاه پر مهری با یو دل منو با گرم میکرد. مهرم نسبت همین کسبم خیلی زیاد افزون میکردم. چون که از در کسبی که شما میکرد. انتخاب کردید در حیات، یعنی کسب پرشرف آموزگاری، پشیمان نیستید؟ نه، هیچ وقت پشیمان نیستم از کسب انتخاب کردیم. من اگر چندی که به نفقه برآمده باشم تا امروز خانه من پر از کودکان، پر از بچه ها. با یک خوبی کار در اینجا که در صنفایی که من در این خانه درس میتیم بچه صنف 1 هم هست، صنف 2 هم هست، صنف 3 هم هست، صنف 4 هم هست. بیشتر خیلی بچه های میبیارن که عقیب مانده است و از سواد آموزی ها سوادشون بکره. بچه صنف 4 گذشتگی معلم جان نخونده میتونه ننویسته، لیکن در دوام 1 ماه 2 ماه میشد که در دوام 3 4 ماه میرد. بعضیش همه پره سواد نو کرده، خونونده، نویسونده و سیل میکنن. معلم جان، شاگردای شما امروز در هر ساحه های گوناگون کار و فعالیت دارد. امروز شما شاگردان خود را، یعنی دست پروران خود را نامبر کرده میتوانید؟
البته میتونم بسیار دست بر من برآوردم. هم اکثری تو اونا هر طرف تخم آدم زاد پریشان میگن بسیارش از وی شرایط روسیه با در روسیه اونا کار کرده سیم بر مهاجرت رفتگی. یک قسم من خیر انسان مولانا با که با فخر من این همه وقت به زبانم میگیرم. یک دخترچه او دیکر بود میگفت معلمه سهری من آمده جیغ زنید. بعد مادرش یک دزنید اون معلمه خیزمان میفرمود که آمده من جیغ زنید. من گفتم نزنید مالش پگه بگه این حال کار کنی اسپالکون میشد خوب میشد گفتم مادرش. بعد من باشد بینید که افسوس که مادرش ندیدم. معلم جان کدام شخص میتواند آموزگار شود؟ پیش از همه شخصی که دل بزرگ دارد، عصبی استوار دارد. از همه بسیارش عصبی استوار. من هم بچه کن به مکتب داشته شدم. من مکتب پیش بچه های مردم به عصبم نگاه میدارم. خانه بیام اگر سر میتیم. شور شاید که یگان نورفتار نوجوی نکنید. بیرون نروید. کجا نروید. همین اکو بازی بچگی نکردیم. کجا نبوندیم. فقط درون خانه بشنه اطاعت کردن. و آموزگاران جوان که امروز در مؤسسه ها کار و فعالیت دارند همچون زن، همچون مادر، همچون سابقه دار ساحه مکتب معارف چی گفتنی دارید؟ من همه معلمی با پیش از صحت سلامتی عمری دراز میخواهم که در راه تعلیم و تربیت صاف دلانه رفتار کنند. از روی وجدان رفتار کنند. کوشش کنند که در صنفشان یگان بچه عقیب نماند. پیش از همه باید برابر باشد. میشد لیکن بعضی آدم میگوید که نمیشد. میشد برای چی نشد؟ میشد. مهنت کنید اگر البته راحتش میدید. مهری جان امروز در احاطه فرزندان و نبیرگانش دولت پیری میراند. عروسان این خاندان سلامت و نرگس فخر از آن دارند که صاحب مادر عروسی خوب هستند. ماه اکتبر سال 1993 ما با همراه من خانوایم در یک شب با همسرم و خانوایم تیر شدیم و طولی 29 سال است که ما در عائله من مسیحا زندگی داریم. عائله ما عائله اهل زیایی هستند. مادر عروسی ما آموزگار سالهای طولانی. البته وقتی که به کدام عائله می آیید پیش از همه با تمام قاعده و قانون آن عائله از نزدیک شناس می شوید و چقدر که با لهجه میگن با روی روشی همون مادر عروس و اگر پدر عروس باشد پدر عروس می روید. متاسفانه البته ما پدر عروس نداریم. اون کس آقای من بودن در جوانی از عالم گذشتن. در زندگی البته هر یک کلین از مادر عروسی خود بسیار چیزا رو می آموزد. ما در حقیقت آن کارهایی که نمی توانستیم جوان بودیم. یکی در سن 18 سالگی من 19 ساله بودم اون وقت عائله دار گشتیم. خیلی و خیلی جوان بودیم. بسیار چیزا رو آموختیم از مادر عروسی خود. آن کارهایی که نمی توانستیم آموختیم. البته در زندگی مادر عروسی مادر است. مادر چه خوش صدا میدهد این کلمه. هنگامی به زبان آوردن کلمه زیبای مادر در وجود هر یک ما گرمی فرا میرسد که این از مهر و محبت بی‌پایان مادر برات میدهد. افسوس که من از مهر و نوازش های مادر در سن 9 سالگی محروم گشته بودم و مرا مادری مشفق و مهربان عزیزمراد و مهرنسا 6 اکتبر سال 1993 وقتی که کلیم کردند مرا همچون دختر قبول کردند و آن مهر و نوازشی که من از مادر محروم بودم در آن از من دریافتم و من فخر میکنم که با چنین زنی خاکسار حلیم و مهربان عائله ما سرجم است و با دعای نیک این که ما صاحب هم فرزند شدیم هم نبیره شدیم و من امروز فخر میکنم که در چنین عائله کلین شده بودم و من برای من بسیارتر مهربانی هاشون مهمان نوازی هاشون وقتی که اون کس که آموزگار هستن ما رو برای راست هدایت نمودن و ما بسیار چیزا رو که جوان بودیم و از خود نکرده بودیم از این کس آموختیم و من فخر میکنم که چنین مادری مشفق مهربان دارم و من در آینده میخوام که با دوی این کس
بهتری ما وقت سربلند باشد، خانه‌مان آباد باشد، این کس همه وقت در احاطه ما فرزندان نبیره ها باشد، دوی این کس همیشه ما رو نگهبان باشد و هر یک دوی مادر مستجاب است و از تمام مشکلی ها و تو زندگی های آمد و نامد دارد ما رو نگهبان است و من فخر میکنم که خاندانمان با هستی این کس روشن است، منور است، گرم است و خاندانمان پرفیض و احسان است و چون این کس که معلمه هستند من میخواهم که این بیت ها رو برایشان قرار نمایم. شخص عجیب معلم، پاک و نجیب معلم، با مهر و با دلی صاف آید به درگاه علم. و من این کسب آموزگاری را در این کس دیدم، من هوس کردم و سال 2010 و دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین قبول شدم و فاکولته فیلولوژی را با دیپلم سرخ ختم نمودم و این یکی از آبروی شرف من می باشد که همه این پیشروی های من با دعای نیکی این شخص غمخوار مادری مشفق بود و همه آرزوهای من عملی گردیدن. حدود 10 سال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقب چیلی دهه نورستان همچون آموزگار کار کردم. در آینده میخوام که تمام فرزندانی که در احاطه پدر و مادرشان هستن میخوام که برای راست روند و همه آن کمبودی هایی که در زندگی میشود ما باید با یکدیگر فهمی، با مصلحت و با دستگیری یکدیگر ما میتوانیم عائله خود را پیش بریم و امروز فخر میکنم که آن کارهایی که ما از خود کردن نتوانستیم با مصلحت و با پیشنهادات این مادر مشفق ما همچون مادر همچون بیبی چه که این کسازی هم بیبی هستن میخوام که همه وقت سربلند باشن، همه وقت بهار عمرشون بیخزان باشه، دولت پیری دانن و چه آرزوی هوسی که در دل یکایک ما هست با دعای این پیران خیرت همه وقت مستجاب کرده و زندگی ما آباد و زیبا باشد و مادران تمام دنیا در احاطه فرزندان بیره ها تمام خیش و توارا خوش و خرسندانه عمری دراز نصیحت بده اما سرجم باشه ما تاجیکستان عزیز ما آباد و زیبا باشد. اینجا امانی تاجیکستان است که ما عائله بهترین هستیم، زندگیمون آباد است، همه خاندانمون پرفیض و احسان، فرزندکمون اهل صالح است و من میخوام که همه وقت این مادر مشفق ما 100 ساله شدن عمری دراز بینم اما وقت در احاطه ما باشن و با هستیشان خانه ما رو همه وقت گرم و منور کرد. بیبی جان خالق و رئیس زنان محله رودکی شاگرد این زنی عاطفه و مهربان است. من میدونم که معلمه فقط عمر خودشون برای طلبه هاشون، اویلهشون، 2 فرزندشون گذروندن. 2 معلمه یا اویلهشون بهترین 2 فرزندی که اون کس تربیه کردن و همین محله به هم اویله بهترین گفتن ممکن است. هم معلمه زنی غمخور، دلسوز، برای همین محله زنهایی که اویله‌ای که جنگجول میشد، بفهمی میکند، همه ما اومده از معلمه مصلحت میپرسیم، یاری میپرسیم. بسیار معلمه غمخور دلسوز. هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز نه آموزد ز هیچ آموزگار. بله محض معلم است که دائما می آموزد و آنچه اندوخته است به دیگران تعلیم می دهد. ملتی که آموزگاری اصیل ندارد هیچگاه به یگان مرتبه نمی رسد. مهری جان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 نیز کار و فعالیت نموده است. او سال 1997 به نفقه می براید. مهری جان زندگی خود را به کودکان تصور کردن نمی تواند. گرچند او دولت پیری راند هم او به سن و سال خود نگاه نکرده به شاگردانش درس می گوید. درسی صلح وحدت. بچه شیرین شما اینجا برای دانش آموزی اومدید نه؟ البته بچه دانش این چراغ روشن است. همه وقت پیش روی من و شما روشن کرده میستد. همه وقت دانه بودن در کار، برای دانا بودن خوندن، نوشتن، مغز تونستن در کار. دانش هم در دل چراغ روشن است. روشن بر تن تو جوشن است. جوشن این چیست؟
جوشن این لباس جنگی است. موزه رفته بودیم که اون موزه رفته بودن خودروتون بس نی؟ بله پرداختیم دست جوشن من شما با همجا نشان داده بودم این لباس جنگی اوهنین تور برینو اوهنین که تیر بدن و چطور تاثیر نمیکند. آفرین بله بچه دانش. برای من شما انمین دانش اگر داشته باشه یگان چه شما به ضرر رسونده نمیتواند. همه وقت کارتون پیش سرتون بودو در همه جا شما با افتخارید. پدر و مادرتون فخر میکنن که باعث فخر پدر و مادر است. بچه من دانو نقص میخوند من بهای 5 گرفته میبود گفته همین 5 گرفته رویتون چقدر مادر کتون خورسن میشن خیلی یک شما خورسن میشه پدر و مادرتون بهت خورسن میشه. فعالیت آموزگاران اساساً از دو سمت یا جنبه مهم عبارت است: تعلیم و تربیه. این دو سمت به همدیگر پیوند عضوی دارند و یکی را به دیگری نمیتوان تصور کرد. شاگردان مهریجان با لحن زیبای طفلی پارچه های شعری قرائت نمودند. اولین غنچه های باغ حیات را در روحی نیکندیشی به وایه می رساند. چشم آنها را به سوی عالم آدم باز می کند و سبب تکامل شخصیت آنها می گردد. وطن به من مادر است، به جانم برابر است. مهر وطن همیشه چو دل مرا در بر است. وطن سر می شود از گهواره، ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تباره که آن را ساخته از دستان مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. خانه ای امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زی سعادت سر به گردم ها برم، حافظی آزاده ای بحر و برم. می سرایم سو را در ساز سو، تا شود دنیا پر از آواز سو. معلم مهربان مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم. معلم جان معلم. جان جان معلم جان معلم جانی مهربان، حرفی ا را یاد دادت حرفی ب را یاد دادت. دیلتان نخون کردت نوشتن یاد دادت. Это наша школа, а это наш класс. Здесь нас учитель, он учит нас. Здравствуй, школа, здравствуй, класс. Принимай скорее нас. پرچم خوشرنگ ما جلوه تو جانفزا، جانب فردا رویم تحت ای فخر ما. سرخیزی که خوب بجا شوی تو محبوب، به نام حق یگانه نکو بی خوش بونه. وطن وطن سیریشتی من، بقا و سر نویشتی من. زمین و زرد و هیشتی من، بهیشتی من بهیشتی من. مادر گفتا شکرانه، دخترکم کلان شد. با این چین خانه با من یارین رسان شد. خانه ها را میروم دیگه طبق میشوم، و مهمانان و تقصیر خوش آمدید میگویم. هر کی را استاد نبود کار بر بنیاد نیست، در راه معنی رفیق بهتر است استاد نیست. ما نبیرگان همیشه هنگامی که با یگان سفر می رویم، با یگان آزمون ها بسیار می رویم، اول آمده از مادر کلان خود دعای خیر می گیریم برای براه رفتن، برای که کارمون برار گیرد. و حالا که ما همگان در عرفه عید آموزگاران هستیم، من میخواستم آموزگار اولین خودنی که مادر کلان ما برای ما 7 نبیرگان اولین آموزگار هستند. همه ما را از سن خردسالی و خواندن و نوشتن آماده کرده بودند. میخواستم یک شعر قرائت نمایم و در سیمای بیبی جانم تمام آموزگاران شهر پنجکند را با این عید تبریک نمایم. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو
دویم به روزگارم زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم در عالم معانی همراه بر معلم. من جان در خاتمه نمین یک برنامه زیبا از کتام حافظ یا که حافظه سرود شنیدن میخوایی و سرودی چی منم است؟ خودم همه سرود حلاوت میبخشد، من با عصبم آروم میکند. عصبم حاضر بودم نا آروم شدگی منو بسیار آروم میبون گرید کنم بچه من بس کردگی من پیر شدگی نیخه گرید من مجون پرتافته میره زنگ میدور داره میپشتد که هم بچه من درش مونده میره. من خیلی بعضا میشد که هم کنسرت میمونم هم بچه ها که یک دمکه دم گریتون گوش کنیتون مونده شدیتون که خودم هم عصبم آروم میکنم. اصلا گوسل پیلود و بسیار با من معقول است. سرود خونه ها کدام سرودش؟ فرقش نیست کدام سرود شروع میخونه جدا هم آوازش معقول منده حلاوت میبرم اگر هر بار که گوسل پیلوده و خونه دگر. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی مثل بهار و خزان فصل عمری آدمی فصل عمری آدمی. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. فصل عمری آدمی. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه. پیشه آموزگاری چون قله نورافشان است که تمام کسب و وظیفه های عالم از آن سرچشمه می گیرد. از این رو باید
هر یک آموزگار داند که شخصی مسئول و روشنفکر و پیشبرنده جامعه است. همه شمایان استادان عزیز، آموزگاران مهنت قرین را با روز آموزگاران صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به هر یکی شما از درگاه الهی خوشبختی و پیروزی ها تمنا دارم. معلم راهنمای کسب و کار است. معلم رونق روزگار است.